دو ساختار مربوط به دولت ایران نمایندگی‌های فرهنگی و اقتصادی سفارت این کشور در ولایت سوخت فعالیت رسمی خود را قطع کرده دفتر خود را در مرکز شهر خوجند بسته‌اند. روز 29 ایون دفتر مشترک این مرکزها بسته و نوشتجات قبلی آنها نیز کنده شده بود. در دوام یک سال اخیر اکثر کل ساختارهای مربوط به جمهوری اسلامی از جمله بنیاد امام خمینی و هم شرکت‌های تجارتی ایران در دوشنبه بسته شدند. کارشناسان این امر را حاصل سرد شدن روابط تاجیکستان با ایران در پی نارضایی دوشنبه از همکاری تهران با مخالفین اسلامیش در خارجه عنوان می‌کنند. یک کارمند نمایندگی فرهنگی ایران در خوجند که نخواست از او نام برده شود روز 29 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تصمیم بستن این مؤسسه با درخواست مقامات تاجیکستان گرفته شده است. به گفته او مقامات تاجیک با نامه رسمی هنوز نیمه ماه ایون مسئولان این سازمان را در خوجند آگاه کردند که تاجیکستان به این گونه مرکز دیگر نیاز ندارد و این مؤسسه باید بسته شود. به قول او به دنبال بعد تقریباً یک هفته سفارت ایران در دوشنبه به قطع فعالیت دفتر اقتصادی خود در مرکز ولایت سوخت و بستن در قرارگاه آن نیز دستور داد. این مسئول نمایندگی فرهنگی ایران در خوجند نگفت که آیا تصمیم بستن دو دفتر موقتی است یا برای دراز مدت. کارمندان مرکزهای فرهنگی و اقتصادی ایران در خوجند میگویند آنها را از نیمه دوم ماه روان از کار مرخص کردند. در سفارت ایران در دوشنبه نخواستند در این باره با رادیوی آزادی صحبت کنند و سبب بستن مرکزهای خود در خوجند را شرح ندادند. بستن سازمان‌های ایرانی مستقر در تاجیکستان ایول سال 2016 از دفتر کمیته امداد خمینی شروع شد. نمایندگی این مؤسسه‌های خیریه و فرهنگی ایران در سوخت نیز همزمان با دفترش در دوشنبه فعالیت خود را قطع کرد. متوقف شدن فعالیت سازمان و شرکت‌های ایرانی در یک سال اخیر به دنبال خدشه‌دار شدن مناسبت دوشنبه و تهران در 1.5 سال پیش صورت می‌گیرد. ماه دکبر سال 2015 در پی دعوت رسمی محیدین کبیری رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی برای همایش وحدت اسلامی در ایران و دیدار او با رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای مقامات تاجیکستان ایران را به حمایت از تروریستان متهم کردند. مقامات تاجیکستان گفتند با وجود آن که محیدین کبیری به تشکیل آشوب‌های ماه سپتامبر سال گذشته متهم می شود، ایران او را به همایش دعوت کرده در پهلوی نمایندگان رسمی تاجیکستان جای داد. کبیری و حزبش هیچگاه این اتهامات را اعتراف نکرده گفتند که آشوب مسلحانه بهانه برای بستن حزب در حدود تاجیکستان بود.